سلام دوستان، خوش اومدید به اولین ویدیو از سری ویدیوهای تجربه من تو زندگی تو ایتالیا. تو این پلیلیست قصد دارم که یه سری کارهای اداری که در قدم اول باید تو ایتالیا انجام بدید و براتون کامل شرح بدم و اولین ویدیو مخصوص نحوه پر کردن درخواست کارت اقامت دانشجویی تو کشور ایتالیا هستش. قبل از اینکه بریم وارد فرم بشیم، من یه سری مدارک رو به شما میگم که حتما توی کیت پرنساتون داشته باشید. قبلش یه چیزی رو باید توضیح بدم. شما وقتی که تشریف میارید ایتالیا یه ویزای دانشجویی دارید و باید کمتر از 1 ماه از رسیدنتون درخواست کارت اقامت دانشجویی خودتون رو بدید. برای این کار باید یه جایی برید به نام پست ایتالیان یا اداره پست ایتالیا و بهشون بگید که کیت پرمسو دی سوجورنو رو ازشون میخوان. یه پاکتی به شما میدن که داخلش یه سری فرم ها هستش، هم فرم ویزای کاری هستش، هم درخواست ویزای کارت اقامت تحصیلی که شما باید مربوط به تحصیلیشو پر کنید و بقیه رو خارج از کیت قرار بدید. فارغ از اون باید یه سری مدارک داخل کیت به جز اون برگه‌ای که پر میکنید داخلش قرار بدید. یکی از اون مدارک اسکن پاسپورتتون هستش، اسکن ویزاتون هستش و اسکن کد مالیاتی یا کدیچ فیسکالتون هستش. و در آخر 2 تا مدرک لازم دارید که این 2 تا مدرک رو سفارت ایتالیا تو ایران به شما میده که تحت عنوان 2 تا برگه هستش. که این 2 تا برگه، برگه اول در مورد تمکن مالیتون هستش و در مورد برگه دوم در مورد تحصیلتون هستش که این 2 تا برگه به زبان ایتالیایی نوشته شده و مهر شده و شما اصلش رو نذارید، حتما کپیشو بذارید و روز انگوشتنگاری اون مدارک رو با خودتون همراهتون داشته باشید. و زمانی که کیتو پست میکنید یه مبلغ رو پرداخت میکنید، در حدود 100 خورده یورو هستش که هم میتونید به صورت کش پرداخت کنید، هم میتونید با کارت پرداخت بکنید. و روزی که کیت رو پست میکنید یه برگه ای بهتون میدن تحت عنوان یه برگه کوچیکه تحت عنوان ریچبوتا که روش یه هولوگرام داره و یه کاغذ آچار که آدرس و ساعت انگشتنگاریتون رو همراهتون هستش. حالا روز انگشتنگاری باید چه مدارکی رو با خودتون ببرید؟ روز انگشتنگاری همه مدارکی که داخل کیت گذاشتین حتما اصل پاسپورتتون همراهتون باشه که ویزاش داخل هستش. بعد یک بار کپی کیت، کپی کدیچ فیسکالتون همراهتون باشه، قرارداد خونتون حتما همراهتون باشه و بیمه. معمولا بیمه رو از تاریخ بیمتون 360 روزه 365 روزه بگیرین، یعنی 1 ساله رو پوشش بده. و یه نکته هم هستش، بیشتر بچه ها 1 روز قبل از اینکه انگوش نگاری برن بیمهشون رو میگیرن که مدت زمان طولانی تر اون کارت اقامتشون صادر بشه. حالا این بیمه ها میتونه بیمه های مسافرتی ایرانی باشه یا بیمه های خود خارجی باشه که معمولا بیمه های مسافرتی ایرانی میگیرن که محدوده 365 روز رو پوشش بده و خب هزینهش هم پایین تر هستش. پس روزی که شما میخواین برید انگوش نگاری 1 بار دیگه مدارکتون رو حتما چک بکنید. یه ساعتی بهتون میده، اون ساعت زیاد الزامی نداره دقیقاً تو همون ساعت برید. مثلا اگه 9 صبح میره شما اول وقتم برید کارتون رو میندازه، فقط باید اون تاریخ رو بهش توجه بکنید و اون مدارک همراهتون باشه. بعد از اینکه مدارکتون رو بررسی کردن و اینا و گفتن تموم هستش به شما اه، از فاصله 1 ماه 2 ماه بستگی بابت به شهر داره و این مدارک رو بررسی میکنن و یه اسمس میاد که کارت اقامت شما صادر شده و همون پلیسی که تشریف بردین باید به کارت اقامتتون رو دریافت بکنید. اه، در ادامه ویدیو نحوه پر کردن رو میبینیم
تصویری که مشاهده می‌کنید تصویر درخواست اقامت دانشجویی کشور ایتالیا هستش که من تو این ویدیو میخوام به صورت مرحله به مرحله کامل براتون توضیح بدم که چجوری اینو پر بکنید. شما زمانی که تشریف میبرید کیت پرمساتون رو تحویل میگیرید، یکی از این برگه هایی که لازم هست پر بکنید با این عنوان هستش و این عنوان مخصوص کیت دانشجویی هستش و اون رو باید پر کنید و بقیه برگه ها رو خارج میذارید کنار و ازش استفاده نمی کنید. حالا اگر یه سری اطلاعات لازم باشه رو من تو خود ویدیو براتون توضیح میدم. اول شهر محل سکونتتون اگر میلان باشه میلانو می نویسید و مخفف هر استان رو تو اون کیت نوشته شده و بر اساس همون برگه ای که به شما دادن قرار میدید. اگه میلان باشه همون ام آی میذاری. تو قسمت توی تمبر شما تا که تشریف ببرید درخواست یه تمبری هستش بهش میگن ترم پرمس و دیسوجورنو هستش که من تصویرش هم قرار میدم براتون. اون تمبر رو میخرید ولی نچسبونید، بذارید که اداره پست اونو بچسبونه و با خودتون همراهتون داشته باشید. تو قسمت سه باید فامیلیتون رو بر اساس پاسپورت بنویسید. اگر فاصله قرار داره باید این شبکه رو فاصله رو قرار بدید. اسمتون هم بر اساس پاسپورت میدید و با حروف بزرگ و با خودکار مشکی حتما پر بشه. تو قسمت پنج مخفف شهر محل م، زندگیتون هستش. اگر میلان باشه ام آی می نویسید و شهر محل زندگیتون رو بر اساس جایی که زندگی میکنید که اگر میلان باشه همین میلانو می نویسید. تو قسمت هفت شما باید وضعیت پرمسوتون رو مشخص کنید. اگر پرمسو اول باشین تو قسمت هشت باید تیکش رو بزنید. اگر پرمسو جدید باشین درخواست پرمسو باشه تو قسمت 9 باید تیکش رو بزنید. و قسمت 14 ثابت هستش در هر دو حالت تیکش رو میزنید و قسمت 16 کد 24 رو مینویسید. اگر پرمیسور جدید دارید درخواست میدید پس تو قسمت 18 شماره پرمیسور رو قرار میدیم. شماره پرمیسور یه شماره ای هستش که در بالای کارتتون هستش و اون رو برقرار بدین. کد 24 تو قسمت 19 ثابت هستش و تاریخ انقضای پرمیسوتون رو باید قرار بدین بر اساس کارت پرمیسوتون. تو قسمت 21 ما چیزا ثابت هستش، یعنی کد 22 رو تو کد 01 رو تو قسمت 22 می نویسیم و تیک شماره 23 می نویسیم. تو قسمت تاریخ پست و محل امضا که مرای بخش 28 و 29 هستش، ترجیح من خودم این هستش که حتما موقعی که دارم پست میکنم با خودم یه خودکار مشکی ببرم و همونجا امضا بکنم و تاریخ رو همون روز بزنم، چون که ممکنه یه جابجایی های پیش بیاد. توی صفحه دوم تو بخش سی و پارت 31 مون ما باید کدیچی فیسکالمون یا کد تکس کدمون کد مالیاتیمون رو قرار بدیم که یک کد مثل حالت کد ملی میشه، یه ترکیبی از حروف اسم و فامیلیتون و یه سری کدها هستش که معمولا دانشگاه براتون درخواست میده و اینو وارد میکنید. به طور پیشفرض بچههایی که پلیمی اومدن حتما تکس کد بهتون میدن و همون تکس کدی که بهتون دادن رو حتما اینجا وارد بکنید. تو قسمت 32 وضعیت تأهلتون رو مشخص میکنید که اگر مجرد باشید A، اگر متأهل باشید B میذارین. تو قسمت 33 وضعیت جنسیتتون رو مشخص میکنید که اگر مذکر یا مؤنث باشه. تو قسمت 34 تاریخ تولدتون بر اساس روز ماه سال و همونو بر اساس همون چیزی که تو پاسپورتتون هستش. قسمت 35 خب ایرانی هستین آیار آن آیار ان می نویسین و 36 هم خب نشنالیتیمون همون ایرانی هستش و 37 هم که نه رو میذاریم و شهر محل تولد بر اساس پاسپورت بر اساس شناسنامه اون شهر رو قرار میدیم. تو بخش 39 شما باید وضعیت پاسپورتتون رو مشخص کنید. خب پاسپورت تیک شماره 40 رو میزنیم چون که پاسپورت ما معمولی هستش. قسمت 44 شماره پاسپورت، تاریخ اعتبار پاسپورت و تو قسمت 46 همون کد 01 رو قرار میدیم.
اگر بچههایی که سال اول اومدن و خب درخواست پرمیسون ندارن و همون تو بخش قبلی پرمیسو اول رو زدن، باید اطلاعات ویزاشون رو قرار بدن که اطلاعات ویزا تاریخ ورود به ایتالیاشون که همون تاریخی هستش که توی پاسپورتتون مهر خورده که وارد شده به حوزه شنگن. شهری که واردش شدین که معمولا اگه بچه ها میلان باشن همون میلان می نویسن. شماره ویزا شماره هستش که تو بالای ویزا قرار داده میشه و معمولا ویزاهایی بچههایی که ایران درخواست میدن ویزای مولتی هستش که تیک شماره 53 می نویسیم. و تو قسمت 54 هم خب دلیل ویزا خب استودی یا همون ویزای تحصیلی هستش. مدت ویزا یا 360 روزه است یا 330 روزه. روی پاسپورتتون روی ویزاتون دقیقا همه اینا رو توضیح داده و از تاریخ ولیدیشن از تا چه تاریخ تا چه تاریخی هستش. اینجا تو بخش 58 چیز خاص کاری ندارین. اگر چیز درخواست ویزای ترمس اول باشه 63 تیکه یک رو میزنیم. اگر پرمیس دوم باشه 64 تیکه دومی رو میزنیم اگر پرمیس برای سالهای بعدی باشه. شهر محل مخفف محل جایی که زندگی میکنید تو قسمت 66 اگه میلان باشه ام آی شهر محل سکونتتون. آدرستون. یه نکته من اینجا بهتون بگم خیلی مهم هستش. بچه هایی که میان و معمولا خونه ای ندارن ترجیحاً اگر خونه ای نگرفتن آدرس دانشگاهشون رو بزنن و آدرس خونه موقتشون رو نزنن. ممکنه چون که کوسترا برن و قرارداد خونه ای که گرفتن نشون بدن و کوسترا بگه خب این ما تو حوزه استحفاظی ما نیست و دوباره وقت جدید بده. و ترجیح من اینه که حتما آدرس دانشگاه رو بزنن. چون که من تجربه شخصی خودم با این که خونه داشتم همیشه آدرس دانشگاه رو میزدم. وقت دهیم خیلی بهتر بود. یعنی یک ماهه به هم وقت میدادن. پرمیسامو سریعتر میگرفتم جایی میرفتم که اصلا اه، کاراش خیلی سریعتر انجام میشه و زبان انگلیسیشون مسلط بودن. ترجیح من اینه که آدرس دانشگاه رو بزنین اگر خونه دائمی نداری. تو قسمت 73 ایمیلتون و تو قسمت 75 شماره تلفن همراه ایتالیاییتون. این بخش ها رو لازم نیست پر کنید تو قسمت 76 و بقیه صفحات هم که لازم نیست پر کنید. دو تا برگه هستش که نشون دهنده اینکه واریزی شما چقدر هستش. یه مثل فرم رسید میشه که اینجا عدد 70 - 46 رو می نویسید و اینجا هم به حروف نوشته این حرف رو که مثلا چقدر مبلغ هستش. اسم و فامیلیتون و این آدرس آدرسی هستش که حالا هر آدرسی که خودتون میتونید قرار بدید. میتونید مثلا خونه خودتون رو بزنید آدرس دانشگاهتون رو بزنید یا مثلا اینجا یه آدرسی که پیش‌فرض گذاشته. تو پارت دوم رسیدم همین به همین صورت هستش. ویدیو رو با هم دیدیم و دیدیم که فرم درخواست کارت اقامت دانشجویی چجوری پر میشه. همونجوری که تو ویدیو هم ذکر کردم روند درخواست دوم و درخواست اول تقریبا شبیه همه. یه تفاوت‌های کوچولو داره که من توی ویدیو کامل ذکرش کردم و امیدوارم که براتون مفید باشه. لایک و سابسکرایب فراموش نشه.